ابن عباس. ابن عباس این عبدالله است، عبدالله ابن عباس. از عبدالله ابن عباس پرسان کردند ای ابن عباس. پیش از آن که آن سؤالی که از ابن عباس کردند و شما خبر دهم، اولا ابن عباس میگوید بار رسول اکرم میگوید حاجت خانه در آمدند و یک زمان پس میگد بیرون شدند تا از حاجت خانه برآمدن رسول اکرم من در یک ظرف آب گرم آورده نزد همان در حاجت خانه گذاشتم تا که رسول اکرم با او وضو گیرد، طهارت کند. پیغمبر خدا میگوید وقتی که برآمدند نگاه کردند که در ظرف آب است. گفتند من وضع هذا، گفتند این آب کی گذاشت؟ گفتند عبدالله ابن عباس گذاشت. رسول اکرم میگه دست برداشتن گفتند اللهم فقیه فی الدین. پروردگارا گفت این عبدالله ابن عباس که مرا احترام کرد و برای طهارت کردن من در این ظرف که آب آورد، خدای مهربان گفت او را عالمی در اسلام بگردان. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای گرانی سگشتیم، اینا بچه‌ها یگون همش خودش گپ زنن. سلام علیکم. نمو خیر رفتیم اومدن گرانی ارنگور صد فوی چوت که بچه‌ها بیای مقصد اگون جوی فن فرش نیست گذاشتیم خوی دوید که بردن پرسکات کردیم بفوردن و پویز میره مثلا هر دمیره میریم ما با موشین رفتیم اومدیم در مدتی 4-5 ساعت مقصد گذاشتیم خوی دوید اومدیم نه هم مقصد پویز رو امیگراسیون گذاشتن با چو گرفتن کو امیگراسیون تا نشون میده پروان امیگراسیون کارت دادن نشون میده گذاشتیم اون جوی چی بشنه امیگراسیون کارت دادن نشون میده مقصد پویزا این امروز 20 با ایجاد هم یا بچه هستن. او را عالم مسئله گو کن، او را عالم بگردان که در بین مردم موعظه کند. و دعای پیغمبر خدا در حق این عبدالله ابن عباس قبول شد. چنان عالم شد که مثلش در زمان ابن عباس وجود نداشت. مفسر قرآن، محدث، فقیه، حکیم، این عبدالله ابن عباس بود. وقتی از او پرسیدند ای عبدالله پیروان بعد از پیغمبر خدا گذشتند، ما از تو 3 سوال داریم، میخواهیم که سوال کنیم. گفتند مرحمت، هر سوالی که باشد من بهر شما جواب میگردانم. گفتم برای ما خبر بده که بهترین روز کدام روز است؟ آن دوستهای خدا بهترین روزها را میکافتند، بهترین ماهها را میجستند، بهترین عملها را میجستند، کنی در کدام عمل ثواب زیاد است که با او چنگ زنند. افسوس که امروز این سوالها دیگر نیز تکرار میشوند. حضرت عبدالله ابن عباس در جواب گفتند بهترین روز جمعه هست. البته حق گفتند، زیرا که پیغمبر خدا میگوید خیر یوم طلعت علیه شمس یوم الجمعه،
فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. پیغمبر خدا گفتن بهترین روزی که در بین روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، در یک هفته 7 روز است و پیغمبر خدا گفتن بهترین این روز جمعه هست. زیرا این که پیغمبر خدا گفتن در این روز خلق آدم، خداوند حضرت آدم آفرید. همین روز جمعه بود که خداوند حضرت آدم آفرید و جان را در وجود او دمید. پدر ما و شما حضرت آدم در روز جمعه آفریده شد و در دوام پیغمبر خدا باز صفت این روز گپ زدند، سخن کردند. در این روز گفت بعد که خداوند آدم آفرید باز وارد جنتش کرد. در همین روز بود که باز با سبب خطایی حضرت آدم در همین روز جمعه خداوند حضرت آدم از جنت بیرون کرد. در دیگر حدیث های پیغمبر خدا می آید که در همین روز قیامت قائم می شود. در همین روز ساعتی هست که اگر انسان به سوی خدا دعا کند خداوند دعای او را قبول می سازد. برادرای عزیز، این افضل ایامکم یوم الجمعه، پیغمبر می گوید بهترین روز در بین هفته روز جمعه هست. فردا جمعه می آید. بیایید ما و شما چنان بنده شویم، چنان اطاعت کننده به سوی پروردگار شویم که فقط یک ماه رمضان در عبادت ما و شما انجام نیابد. باید چنان عبادت کنیم که تا که در نزد پروردگار ما و شما خوب پذیرفته شود. امروز عید خواندیم، با همین تمام اعمال خیر ما پوشانیدیم تا سال دیگر. آیا همین بندگی است؟ این بندگی نیست. فردا جمعه می آید. خداوند در قرآن مخصوص سوره جمعه دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خداوند میگوید فردا روز جمعه می شود و مؤذن اذان می دهد، فریاد می زند حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز جمعه. فاسعوا إلى ذكر الله. خداوند میگوید شما باید که سعی کنین، کوشش کنین، کارهاتان جمع کنین و به نماز جمعه حاضر شوین. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما گویین که ما اهل خرد هستیم، ما اهل مدنیت هستیم، ما اهل فرهنگ هستیم، ما فهمیش داریم، ما بنده پروردگار هستیم، ما با عقل هستیم، خداوند میگوید که در این ساعت جمعه باید همه شما در نماز جمعه باشین. این برای شما فایده آور است، این برای شما بهبودی میارد، این برای شما عزت است، هم در دنیا هم در آخرت. من ترک جمعه 3 مرات تهاونا تبع الله على قلبه. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من، اگر از روی تنبلی، یعنی همه شرایط برای شما مهیا هست، لیکن شما از روی تهاونن تنبلی می شود، از روی تنبلی اگر 3 جمعه اگر اشتراک نکردین، تبع الله علی قلبی، یقین دانین که خداوند در بالای دل شما مهر سیاه میزند تا آخر دیگر تو ایمان به سلامت بردن نمیتونی. یک مهر سیاه در بالای دل شما زده می شود. دل شما روز به روز سیاهیش انکشاف می یابد.
و شما از خدا و پیغمبرتان دور میشین. اگر 3 جمعه را شما تهاونا از روی تنبلی اگر ترک کنین، بهترین روز حضرت عبدالله ابن عباس خبر دادن که این روز جمعه هست. دوام دادن حضرت: ای عبدالله، بهترین ماه کدام ماه هست؟ حضرت گفتن بهترین ماه رمضان است. این ماهی که الحمدلله از ما و شما سپری شد و ما و شما او را احترام کردیم، روزه داشتیم. حضرت عبدالله گفتن بهترین ماه رمضان است. برای چی؟ شهر رمضان انزل فیه القرآن. این ماه را یک فضیلت دیگرش همین است، بازم آن که مغفرت گناه بنده می شود. قرآن هدایتگر عالمیان، نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشهای کاهین و پاپا شکست. راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیز چیزی دیگر است. این چیزی دیگر در همین ماه مبارک رمضان از لوح المحفوظ به آسمان دنیا آمد. حضرت عبدالله را گفتند: ما خیر الاعمال؟ بهترین عمل کدام عمل است؟ حضرت عبدالله چی گفتند؟ گفتند الصلاة لوقتها. نماز در وقت خودش خواندن این بهترین عمل است. حضرت عبدالله هر سخنی میگفتند از روی حدیث های پیغمبری خدا میگفتند، از روی آیه های قرآن میگفتند. عبدالله ابن مسعود میگوید: قلت یا رسول الله، ای پیغمبری خدا، بهترین عمل کدام عمل است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ الصلاة لوقتها. بهترین عمل شما ای بندگان خدا نماز در وقتش خواندن، این بهترین عمل است. باز سخن خدا تکرار میکنم که کار کنه نمازتانم در همین ماه مبارک موقت نباشد. کار کنه که نمازهای شما دائمی باشد. ارایتم لو ان نهرا في باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل صلوات الخمس يمحون الله تعالى بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. پیغمبر خدا گفت: ای امتان من، تصور کنین که در نزد خاندان شما یک دریای هست. اگر شما در یک روز در همون دریا 5 بار اگر غسل کنید، 5 بار اگر آبازی کنید، هل یبقى من درنه شیء؟ آیا در وجود شما یگان چرک باقی میماند؟ گفتن نه یا رسول الله، 5 بار اگر غسل کنیم از کجا دیگر چرک باقی میماند؟ رسول اکرم گفتن که مثال 5 وقت نماز مثال 5 بار آبازی کردن در دریاست. 5 باره که شما نماز میخوانین از گناه چیزی در وجود شما باقی نمیماند. بهترین عمل است، زیرا که وی مبارزه میبرد با گناه، مبارزه میبرد با خطاهای ما و شما که از بین اونها را دور میکند. رسول اکرم میگوید: مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. ای امتان من، فرزندهاتان امر به نماز کنید تا که فرزندهای شما نمازخوان باشند. 7 ساله شدن امر به نماز کنید، 10 ساله شد و نماز نخوان، شما آنها را ضرب کنید، آنها را آداب دهید. امروز کم است آن بندگانی که و فرزندهای خود امر کنند که نماز خوانند.
امروز امتان پیغمبر چنان رحمدل شدند که دلش می سوزد که فرزندش بیدار کند و نماز خواند. فکر میکند این رحمدلی است، این سخت دلی است. این رحمدلی نیست. اگر تو رحم می داشتی، اگر تو انصاف می داشتی، او فرزند چکار میکردی؟ دلالتی بر نماز میکردی که فردا این فرزند برای تو دامنگیر نمیشد، برای تو قدری تو را پس در نزد خدا و پیغمبر نمیکرد. تو باید در دنیا این فرزند دلالتی بر نماز میکردی. در یک محله ما موعظه کردیم، شرط نیست بردن نام محله. وقتی این حدیث پیغمبر من تحلیل کردم، یک مرد گفت من یک فرزند دارم در پایتخت کار میکند. یک بار دو بار گفتمش، به طرف من گشت گفت اگر یک بار دیگر در همین بابت مرا سختگیری میکنی، من دیگر به تو حق نمیتم، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. این پدر به سوی من میگوید که باز اگر من سختگیری در نماز فرزندم کنم، شاید که دیگر رزق روزی مرا ندهد. از این خاطر گو من دیگر باز ایستادم، از همین سخن فرزندم ترسیدم. ما هم با این جوانی خود نگاه نکرده، اگرچه کلان سالم که بودن، گفتی مولوی جنونی کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. ما گفتیم تو از نرساندن رزق ترسیدی، از فرزند ترسیدی، لیکن از پیغمبر و از خدا نترسیدی. آیا تو فکر کردی که رزق در دست هم فرزند توست؟ آیا نمیدانی که اون برکتی که اون فرزند یافته است، اون پول و مالی که او امروز صاحب شده است، همش برکتی توست؟ همش اون دعایی که تو در حق او میکنی، از این خاطر وی صاحب این دولت و سهولت شده است. آیا وی نمیداند اینا؟ افسوس که امروز این گونه کلانسالها هم وجود دارند که همون فرزندهایی که اونها را تأمین میکند، اونها را دلاوری نمیشوند که دلالتی بر نماز کنند. میترسند که دیگر مرا حق نمیدهد، میترسد دیگر مرا لباس نمیکند، میترسد که دیگر من تمام محروم میشوم، دیگر هیچ چیز برای من نمیرسد. افسوس که ما و شما نمیدانیم که رزق رسان پروردگار است. مثل این پدر یک بی‌غیرتی دیگر وجود داشته است که مولوی رومی را خدا رحمت کند در مثنویش میارد، میگوید یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. یک پدر آمد نگاه کرد به سوی گهواره‌ای که بچه او خوابیده است، نگاه کرد که این فرزندش الکی دندان برآورده است. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. کی نان و آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. میگوید در دلش در حال یک خطرات شیطان گذشت، یک وسواس شیطان در دل او گذشت که این فرزند من تا امروز دندان نداشت، از پیستان مادر شیر میخورد، امروز این دندان برآورد، این نان میگوید من نان از کجا می آورده باشم. فکر کرد این بی‌غیرت که همه نان در دست خود همین است. یرزق من یشاء، خدا میگوید من رزق میدهم هر کسی را که میخواهم. حیرت بمان فکری شد، چو گفت این سخن نزد جفت، نگر زن او را
چو مستانه گفت. میگوید در حال این مرد بی غیرت نزد زنش رفت و این شکایت کرد که میدانی که فرزند من دندان برآورد. این نان میگوید. زن چی گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. این مرد گفت تا امروز من فکر کردم تو مردک هستی، تا امروز من فکر کردم تو عقیده اسلامی داری، تا امروز من بالای جای نماز تو را میدیدم فکر کردم تو همه را از خدا میدانی. من نمیدانستم که تو تا این اندازه بی غیرت بودی. من نمیدانستم تا این اندازه تو از زندم ضعیف بودی. من نمیدانستم که تو تا دیروز مسلمان بودی، امروز گشتی و باز عقیده اسلامی گم شد. من ندانستم که یک ماه روزه گرفتی و ترک کردی نمازات تا سال دیگر، مثل بعضی مسلمان های ما و شما. من حیرت نماندم تو این قدر مردی دلیر بودی، چی شد؟ مرد حیرت نماند که این زن یگان سیر را میداند. این سیر چی سیر بود؟ زن به او چی جواب گفت؟ مخور حول ابلیس تا جان دهد. ای مرد گفت تو از شیطان و وسواسهاش بیدرک هستی. این وسواسهایی که در وجود شما پیدا میکند این همش کار شیطان است. انه لکم عدو مبین. خدا ما را امر کرد و در قرآن خبر مان داد و به ما آشنا کرد که احتیاط چین که شیطان دشمن آشکارای شماست. این وسواسی که در وجود تو پیدا شد این وسواس شیطانی است. مخور حول ابلیس تا جان دهد. زن گفت همان که دندان دهد همان نان دهد. آن ذاتی که گفت دندان ای را برآورد، همان ذات گفت این طفل فراموش نمیکنه. همان ذاتی که ای را به وایه رسانید، همان ذات چیکار بکند؟ باید از پی رزقش است. این گونه پدرها و مادرهایی داریم که با واسطه یک چند مبلغ، با واسطه یک راحت چند روزه دلاور نمی شود که فرزندش امر بر نماز کند. این سه سوال حضرت عبدالله ابن عباس جواب گفتند. بعد از این 3 روز گذشت. این سوال دهنده ها نزد حضرت علی آمدند، داماد پیغمبر. گفتن ای علی، ما از عبدالله ابن عباس این 3 سوال را کردیم، به ما 3 جواب گفت و جواب پیش حضرت علی پیشنهاد کردند. حضرت علی چی گفتند؟ گفتند این جوابی که عبدالله گفت اگر تمام مشرق و مغرب عالمهاش دور بگردین مثل عبدالله ابن عباس جواب گفتن میتونند. رنگ ملاهای ما و شما نبودند. ما یک فتوا را گپ میزنیم، پیش یک ملای دیگه میبرن میگن نادرست است فتوای او. این خیال است میگن اصلش این است. حالا که ما فتوای گپ میزنیم هر کدامش آیت از حدیث است. حضرت علی گفتن لیکن من هم جواب میگویم. اگرچه عبدالله ابن عباس گفتن لیکن من هم 3 جواب میگویم. حضرت گفتند بهترین روز آن روز هست که اگر خداوند عبادتهای تو را قبول کند. حضرت عبدالله گفتن بهترین روز جمعه هست. حق گفتند. که حضرت علی که دانشمند بودند، علمشان بیشتر بود، فضلشان از عبدالله ابن عباس بالاتر بود. حضرت گفتند که من میگویم که بهترین روز همان روزی هست که اگر عبادتهای شما را خدا قبول کند.
چی جوابی خوب حضرت علی هم جواب دادن. البته همان عملی که از ریا خالی باشد خدا وی قبول میکند. اگر عملی که فقط برای داناندن باشد، برای فهماندن باشد، برای نشان دادن باشد، این عملها در نزد پروردگار ما و شما قبول نمی شود.